وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستیم با مجموعه با ویژه برنامه ماه مبارک رمضان. در این ویژه برنامه به مسئله میپردازیم مربوط به ماه مبارک رمضان و ببینیم که روش سلف در ارتباط با ماه مبارک رمضان چگونه بوده. یعنی در ماه مبارک رمضان چه کارهایی انجام میدادند و چه عباداتی انجام میدادند و آیا با دیگر ماه‌های دیگر تفاوتی داشت یا خیر. در پاسخ به این سوال باید بگویم شکی در آن نیست که سلف این امت، صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم، تابعین، اتباع تابعین، ائمه بزرگوار، همه در این ماه مبارک رمضان تلاش بیشتری کرده اند نسبت به ماه‌های دیگر و خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این ماه تلاش بیشتری میکرد که در یک حدیثی که امام بخاری و امام مسلم و دیگران روایت میکنند با سند خود، یعنی حدیثی است که متفق علیه، امام بخاری و امام مسلم با سند خود از عبدالله ابن عباس رضای خدا بر دوتایشون باد روایت می کند که می فرماید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اجود الناس بالخیر. می فرماید رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهترین انسان بود برای انجام کار نیک و کان اجود ما یکون فی رمضان. اما بهترین حالت او یا این یعنی بخشنده ترین حالت رسول خدا صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان بود. یعنی همیشه رسول خدا صلی الله علیه و سلم بخشنده ترین انسان بود. اجود از ریشه جود است. جود یعنی بخشش. اجود الناس یعنی بخشنده ترین انسان بود برای کار نیک و بخشنده ترین حالت او در ماه مبارک رمضان بود، زمانی که حین یلقاه جبریل علیه السلام، هنگامی که جبریل او را ملاقات میکرد، سلام خدا بر او باد. و کان جبریل یلقاه فی کل لیلة من رمضان. و جبریل رسول خدا را ملاقات میکرد هر شب در رمضان، یعنی هر شب از شبهای رمضان، در تمام شبها هر شب او را ملاقات میکرد. یعرض علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم القرآن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم قرآن را برای جبریل عرضه میکرد، یعنی براش میخواند. مثل کسی که مثلا چیزی را به او میدهید که این مثلا یک سوره به بچت میگویید یا به کسی میگویید، به یک دانش آموز، به یک دانشجو مثلا بهش میگویید که مثلا فلان سوره را حفظ کند، فلان حدیث را حفظ کند، فلان مطلب را حفظ کند. بعداً از او میخواهید که بعد تو عرضه کند. یعنی چی؟ یعنی آن را که حفظ نموده بیاید بخواند
و تو به او گوش کنی. رسول خدا هم صلی الله علیه و سلم اون آیاتی از قرآن را برای جبریل میخواند، یعنی قرآن را از اول آغاز میکرد و از اول میخواند تا آخر. و در اینجا این یکی از اون دلایل است، دلیل بر این است که این ترتیبی که الان وجود دارد همون ترتیبی است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر جبریل عرضه نموده و برای جبریل خوانده، که میفرماید فلرسول الله صلی الله علیه و سلم يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. میگه هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم جبریل با او ملاقات میکرد، میگه دیگه بخشنده ترین شخص بود، برای کار نیکو پسندیده، از باد وزنده بیشتر میوزید. یعنی این یک مثال است که ما ببینیم رسول خدا صلی الله علیه وسلم چگونه بخشندگی میکرد و چگونه بخشش میکرد و چگونه صدقه میداد و چگونه احسان میکرد. میگم از بادی که میوزد چقدر یعنی اون باد دیگه در وزیدنش هیچ یعنی خسیس نیست، همه را تمام اون مسیری که در آن میگذرد به همه نیکی میکند. رسول خدا هم صلی الله علیه وسلم بر کسی بخیلی نمیکرد، هر چی در اختیار داشت به همه میداد به صورت مساوی. در این حدیث دو مورد مطرح است. یکی اهتمام ورزیدن به خود قرآن، دوم اهتمام ورزیدن به صدقه. یعنی در این ماه مبارک رمضان رسول خدا صلی الله علیه و سلم به دو کار خیلی اهمیت میداده، یکی خواندن قرآن و دیگری صدقه دادن. پس این سیره سلف این امت است که سلف امت از رسول الله آغاز می شود صلی الله علیه و سلم، از رسول الله آغاز می شود و سلف این امت رسول الله را الگو و سرمشق خود قرار داده اند. به همین دلیل نگاه می کنیم وقتی که به سیره سلف برمیگردیم به صورت بسیار ویژه‌ای و بسیار مهم اهمیت میدهند به قرآن خواندن. یعنی قرآن خواندن در این ماه مبارک بسیار بسیار مهم و با ارزش است و مسلمانان باید به آن بیشتر و بیشتر بها بدهند. یعنی در این حدیث این دو مورد ما متوجه می شویم. حالا ما موارد دیگری که بتوانیم به مسائل بیشتری بپردازیم، دیگه مسئله خود روزه شکی در آن نیست. تمام امت اسلامی به آن اهمیت می دهند، حالا عامه مردم هم به آن اهمیت می دهند و مسئله روزه که پاداش بسیار عظیمی دارد که رسول الله می فرماید صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت می کنند، می فرماید کل عمل بنی آدم له، میگه تمام اعمال بنی آدم برای خود اوست. این مسئله خیلی مهم است که کل اعمال بنی آدم همش برای خودش است. انگار میگوید اما بعضی از اعمال تفاوت دارد، بعضی از اعمال خیلی پاداش ویژه‌ای دارند.
و میفرماید تمام اعمال بنی آدم، حالا این لفظش، لفظ این حدیث، این یکی اینجوری میفرماید کل عمل بنی آدم له الا الصیام، تمام عمل بنی آدم برای خود اوست بجز روزه. فانه لی، روزه دیگه مال من است، انگار دیگه کسی دیگری به آن نمیتواند پاداش بدهد جز من. حالا ما این لفظ را با دقت میفرماید در لفظ دیگر این حدیث که در هم بخاری و مسلم آمده، میفرماید کل العمل کفارتون، هر عمل صالحی کفاره گناهانی می شود. این خیلی مهم است. کل العمل کفارتون، کل عمل بنی آدم له، یعنی هر عمل بنی آدمی به نفع اون انسان است و هر عمل صالحی کفارتی می شود، یعنی می تواند کفاره گناهانی باشد. هر عمل صالحی، همچنان که خداوند متعال می فرماید این الحسنات یذهبن السیئات، همانا حسنات، کارهای پسندیده، عمل صالح سیئات را نابود می کنند. این الحسنات یذهبن السیئات. و در اینجا همچنین کل العمل کفارت. و در لفظ دیگر کل عمل بنی آدم یضاعف، میگه هر عمل بنی آدم، هر عمل صالحی که انجام میدهد پاداش چند برابر پاداش دارد. الحسنة عشر امثالها، یعنی هر حسنه ای به 10 برابر خود پاداش دارد. هر کار پسندیده ای، هر عمل صالحی، هر کاری خوبی. الى 700 ضعف، از 10 برابر آغاز می شود تا 700 برابر. فقط همین؟ نخیر، الى ما شاء الله، تا اون جایی که خدا بخواهد. الا الصوم، بجز روزه، فانه لی و انا اجزی به، بجز روزه که روزه مال من است. خداوند متعال می‌فرماید روزه برای من است، برای کسی دیگری نیست. و انا اجزی به، و من هستم که پاداش آن را خواهم داد. این نکته خیلی مهم است. یعنی دیگر عمل صالح، اعمال صالح، هر کدوم 10 برابر تا 700 برابر و بیشتر از آن هم پاداش دارد. اما روزه از اینا نیست. پاداش روزه دیگه من میدهم. یعنی انگار میگوید پاداش روزه پاداش بسیار ویژه تری است از دیگر اعمال صالح. یدع طعامه و شرابه و شهوته من اجلی، میگه زیرا، چرا این پاداش بزرگ دارد؟ چون در هیچ عبادتی اینقدر یعنی طاعت و عبادت در آن وجود ندارد و این اندازه تقوا و پرهیزگاری در آن وجود ندارد. این آقا خوراکش را ترک می کند، نوشیدنی را ترک می کند، شهوتش را ترک می کند به خاطر من. یا در لفظ دیگر می فرماید ترک شهوته و طعامه و شرابه ابتغاء مرضاتی، زیرا شهوت خود و غذای خود و نوشیدنی خود را ترک نموده فقط به خاطر رضایت من. ابتغاء مرضاتی، تنها به خاطر رضایت من. پس این که از این مسئله پاداش بسیار بزرگی دارد. الله اکبر ولله الحمد. یعنی این چیزی که سلف انجام میدادند همین کار بوده. پس بزرگترین کاری که در ماه مبارک رمضان انجام میدادند خود روزه هست و روزه‌ای هم که
انسان تلاش کند که در آن اخلاص بیشتری داشته باشد، که رضایت خدا بیشتر در آن در نظر بگیرد، که پاداشش واقعا سرسام آور است. یعنی چیزی نیست که ما بتوانیم به آن جواب بدهیم. و بعداً در همین حدیث باز مطلب دیگری بیان می کند که خیلی قشنگ و زیباست، به این هم بپردازیم، که می فرماید للصائم فرحتانی، برای کسی که روزه می شود دو تا شادمانی وجود دارد، یعنی دو بار شادمان می شود. این شادمانی هم خیلی مهم است. هنگامی که افطار می کند خوشحال و شادمان می شود، و هنگامی که خدا را ملاقات می کند باز هم خوشحال و شادمان می شود. یعنی دیگه چه چیزی به این اندازه مثلا جالب است که شما در همون دنیا قسمتی از اون شادمانی و خوشحالی را احساس می کنید در وجود خودت. ماشاءالله ماشاءالله، از این نعمت واقعا بسیار بسیار بزرگ و عظیم است که گفتیم این حدیث هم امام بخاری هم امام مسلم روایت کردن از طریق عبدالله بن مسعود که رسول الله فرمود دو بار خوشحال و شادمان می شود: اذا افطر فرح بفطره و اذا لقی ربه جزاه فرح بصومه. و هنگامی که خدا را ملاقات نمود و پروردگار او را پاداش داد، دیگه این دفعه هم بسیار خوشحال می شود بر روزه‌ای که گرفته. اینها از فضائل این ماه مبارک است و از کارهایی است که سلف این امت دنبال آن بودند و هستند و انجام میدهند. یکی دیگر از اون فواید آن این است که یعنی سلف تلاش میکردند که شب زنده‌داری کنند، که قیام کنند. یعنی یکی دیگر از کاری که سلف این امت انجام میدادند زنده نگه داشتن شب رمضان بوده، شبهای رمضان، که رسول الله فرمود من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی اینم داریم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. که فرمود هر کس روزه رمضان بگیرد به انگیزه ایمانا و احتسابا، یعنی ایمان او را وادار کند به این روزه گرفتن، و احتساب یعنی به نیت این که این عمل پاداش آن ذخیره باشد برای آخرت، غفر له ما تقدم من ذنبه، پروردگار او را می بخشد، یعنی تمام گناهان گذشته او را می بخشد، البته به استثنای حق الناس و حق عباد. بعداً برای قیام رمضان هم همچنین من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کس رمضان هم قیام کند، شب زنده‌داری کند و شبش با قیام و عبادت و بندگی خدا سپری کند، دیگه خدا گناهان گذشته اش را می بخشد. حالا چه برای روزه باشد، چه برای قیامش باشد، چه برای شب قدرش باشد. و خداوند متعال، یعنی این یکی از صفات بندگان خداست که در تمام باید سال در اصل بندگان خدا این گونه باشند
که میفرماید و عباد الرحمن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بندگان خداوند بسیار مهربان کسانی هستند که بر زمین با تواضع بر زمین حرکت می کنند، بسیار متواضعانه و فروتنانه بر زمین حرکت می کنند و اگر نادانان به صورت نادانی با آنها رفتار کنند، آنها در پاسخ میگویند سلام علیکم، و آنها سلام میگویند و با رفتار مسالمت آمیزی با آنها رفتار میکنند، مقابله به مثل نمی کنند. ادفع بالتي هي احسن السیئه، انسان سیئه را میتواند با بهترین شیوه دفع کند. بعداً فرمود یکی دیگر از صفات بندگان رحمان، بندگان پروردگار بسیار مهربان این است یبیتون لربهم سجدا و قیاما، شب را سپری می کنند برای پروردگارشان سجده کنان و قیام کنان، یعنی در حالی که اهل سجود هستند و در حالی که قیام کرده اند برای بندگی خدا، یعنی شب زنده داری می کنند. پس یعنی در حالت سجود و قیام که خدا را بندگی می کنند، شب را سپری می کنند، یعنی هیچ شبی بدون قیام و سجود سپری نخواهد شد. این یکی از صفات بندگان خدا و سیره سلف این امت هم هست. و رسول خدا هم صلی الله علیه و سلم، ام المؤمنین عایشه می فرماید هیچگاه شب زنده‌داری را ترک نمی کرد. یعنی ام المؤمنین عایشه خودش هیچگاه شب زنده‌داری را ترک نمی کرد و می فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم هیچگاه ترک نمی کرد و هرگاه مریض بود یا کسالتی داشت صلی قاعدا، به حالت نشسته نمازشو میخواند، یعنی تلاش میکرد حتی اگر فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بیننده بعدی گفتن که یک شخصی که در جوانی چند سال نماز را قضا کرده الان توبه کرده است، تمام نمازها را میخواند، تهجد، نماز اشراق و نفل همه را میخواند. الان نمازهای قضایی خود را چگونه باید بخواند؟ آیا هر روز 5 وقت با نمازهای فرضی قضایی همان وقت را بخواند یا روش دیگری دارند؟ گفتن که لطفاً روش درست آن را برای من بگویید. از نظر واقعیت اگر نگاه بکنیم، ما تبریک میگیم به این برادر خودمون و این گونه که گفتن توبه کردن، واقعا الله تعالی توبهشون رو قبول بکنه و آثار توبه هم ظاهر هست و آثار قبولیتش که ایشون پایبند نماز تهجد و بقیه نمازهای سنت و نفلی هستند. این نشانه خوبی هست و انشاءالله که الله تعالی توبه این برادر عزیزمون رو الله تعالی بپذیره. از نظر شرعی بسیاری از فقها معتقد بر این هستند که نمازهایی رو که شما در زمان جوانی و عمدن در واقع ترک کردید و نخوندید، اونها رو باید قضا بیاورید. این نظر یک گروه و طیفی از فقها است که این رو واجب میدونن. اما با توجه به واقعیتی که وجود دارد و با توجه به احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، رأیی که بنده انتخاب کردم و قائل به آن هستم این است که قضا آوردن نمازهایی که در زمان جوانی شما عمدن فوت کردید، از دست دادید، لازم نیست. نمازهایی که شما عمدن ترک کردید، نه اینکه نمازی که خواب افتاده باشید یا فراموش کرده باشید. اگر 1 سال قبل، اگر 10 سال قبل اگر شما یک نمازی رو خواب افتاده بودید، تازه امروز به یادتون اومد که من فلان روز نماز نخونده بودم، از نظر شرعی اون نماز رو باید بخونید. اما حکم ترک نماز یک حکم دیگری هست.
اولا در یک مرحله بسیار از علما و روایاتی که در این زمینه دقیقاً هم صریح هست و هم دقیق هست و هم خیلی زیاد هست، این است که تارک نماز در واقع در حد کفر میرسد. یعنی ترک نماز در واقع کفری. گروه از علما این نظر و عقیده رو دارن به خاطر روایات متعددی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده که تفاوت ما و در میان و در مورد منافقین میفرماد که نماز هست فمن ترکها فقط کفر، هر کسی که نماز را ترک بکنه در واقع کافر شده. در مورد هیچ یکی از اعمال دیگر به این اندازه این اقوال وجود ندارد که در مورد ترک نماز هست. یعنی با ترک عبادات دیگر این اختلاف وجود ندارد که آیا فرد کافر می شود یا کافر نمی شود، اما ترک نماز را بسیار از علما بنابر روایاتی که واقعا در این زمینه صحیح و صریح هستند کاملا کافر می دونند. خب وقتی که کافر باشد بدین معنی هست که از اسلام خارج شده، همون گونه که بر یک کافر در واقع نماز واجب نیست و بعد از این که مسلمان شد اعاده اون نمازهایی که در زمان کفری نخونده بوده لازم نیست، به همون صورت کسی که تازه توبه می کند از بی‌نمازی و نمازگزار می شود اون اعاده نماز لازم نیست. از این نکته رو من در اینجا توضیح بدم در مورد این که آیا غیر مسلمانان مکلف هستند یا مشمول خطاب هستند، بدین معنی که آیا بر کافران نماز فرض هست یا فرض نیست. آیا کافران مخاطب هستند که نماز بخونند؟ این یک نوع حکم، یک مسئله در واقع اصولی هست، در اصول فقه بحث می شود که بسیاری معتقد هستند همون گونه که معتقد مکلف به ایمان هستند و طبعا مکلف به نماز هم هستند. این گروه یک دیدگاه هست در اصول فقه. منتها هیچ کسی از علما معتقد به این نیست وقتی که کافری تازه مسلمان شد باید نمازهایی رو که در زمان کفر نخونده اون رو اعاده بکنه. در این مسئله کاملا مورد اتفاق هست و اختلافی در این زمینه وجود ندارد. این یک مسئله هست. از این که بگذاریم میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایت حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه تمام مواردی رو که باید بیان میکرد اونها رو بیان کرده برای ما. احکامی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم باید بیان میکرد اونو کاملا برای ما بیان کرده و در مورد هیچ یکی از مسائل شرعی و اصول و پایه های اسلام یعنی نماز و روزه و زکات و حج یعنی در مورد هیچ کدام یعنی به اندازه نماز تاکید نشده و احکامش مفصل در واقع بیان نشده. در مورد نماز روایاتی که وجود داره و احکامی که وجود داره بسیار مفصلتر و واضحتر از بقیه احکام هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه یک حدیثی رو دارن فرمودند که در صحیح مسلم و سنن و صحیح روایتش کردند که من نام عن صلات او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. هر کسی که یک نمازی رو خواب افتاد یا فراموش کرد فلیصلیها اذا ذکرها، اون را بخواند وقتی که بیادش اومد. وقتی که بیادش اومد اون روایت اون نماز رو باید بخواند. مانند این که یک فرض بکنید یک فردی از نماز صبح خواب افتاده، وقتی که بیدار میشد آفتاب طلوع کرده، به محض این که از خواب بیدار شد باید اون نماز فجر رو بخواند، صبر نکند تا ظهر. هر کسی که در هنگام یک نماز خواب رفت یا این که فراموش کرد، اینقدر سرگرم کار بود یا در سفر بود که اصلا فراموش کرد که نماز بخواند تا اینکه وقت نماز در واقع گذشته بود، فلیصلیها اذا ذکرها، هر وقتی که بیادش اومد همون لحظه اون نماز رو در واقع بخواند. یا در خود همین روایت دیگر اومده که لا کفارة لها غیر هذا، که غیر از این کفاره دیگری بر چنین فردی نیست. یعنی کفارش همین است هر وقتی که شما از خواب بیدار شدید اون نمازتون رو بخوانید و هر وقتی که بیادتون اومد نماز رو بخوانید، کفاره دیگری بر شما لازم نیست. یعنی این که شما گناهی رو انجام ندادید، زیرا که بدون اختیار بوده. کسی که خوابیده خواب بوده و مکلف نیست از زمانی که در خواب است. وقتی که از خواب بیدار شد می‌بیند که وقت نماز فرض مثلا یا هر نماز دیگری از بین رفته. وقتی که انسان فراموش کرد از نظر شرعی در واقع مؤاخذه نمی‌شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه فرمودند که الله تعالی امت ما را مؤاخذه نمی‌کند از مواردی که نسیاناً اون انجام دادند یا اینکه مثلا فراموش کردند که
در واقع یا به جبری کاری رو انجام داده، اینا جز مواردی هست که الله متعال مؤاخذه نمی کند. اگر انسانی خواب افتاد از وقت نماز، یا اینکه اصلا فراموش کرد و یا اینکه به فراموشی کاری رو انجام داد یا به فراموشی یک حکم شرعی رو انجام نداد، در این صورت گناهی بر چنین فردی مترتب نمی شود. حکمش این است که چنین انسانی باید نماز رو دوباره در واقع بخواند. درست. در این روایت و روایت شبیه به این نمی بینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم تارک نماز رو هم اضافه کرده. نفرمودند که هرگاه کسی از شما به خواب رفت یا اینکه نماز رو فراموش کرد یا نماز رو ترک کرد، اون رو دوباره بخواند. درست. چون این حکم صریح از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع نیامده. نظر بسیاری از متأخرین مانند شیخ ابن عثیمین و بسیاری دیگر از علمای معاصر این است که کسی که تارک نماز بوده وقتی که توبه میکند، همین توبه کفایت میکند، دیگه قضا آوردن نمازهای گذشته لازم نیست بر چنین فردی که تمام نمازهای عمر گذشته خودش رو دوباره بخواند. همین که ایشون نماز تهجد میخونند، نماز نفل میخونند، نماز سنت میخونند، همین در واقع کفایت میکند و حکم دیگری بر ایشان لازم نیست. گرچه ما توصیه میکنیم این برادرمون که صراحتا فرمودند که نماز تهجد و نماز اشراق و بقیه نمازها رو میخونند و اگر کسانی هم که نمیخونند، یعنی توبه کردند الان دارن پایبند نماز هستند، سعی بکنند که بیشتر به نمازهای نفل و نمازهای سنت اهمیت قائل باشند، زیرا که حداقل به یک صورتی جبران می شود گذشته چون، یا حداقلش این است که با توجه به این نمازهای نفلی که ما میخونیم، نمازهای سنتی که ما میخونیم، اینها مکمل نمازهای فرض ما هستند. اگر کسی قبلا اصلا نماز نخوانده باشد و الان هم وقتی که نماز میخواند نمازش کامل نیست و در کنار این نماز نفل و در واقع سنتی رو ندارد، یعنی اینکه این نمازهای گذشتهش که از بین رفته و این نمازهای فعلیش هم به صورت ناقص در واقع باقی میموند. زیرا که هیچ کسی به اون گونه که شاید و باید و اون گونه که حق نماز هست نمیتواند که نماز رو در واقع ادا بکنند. میبینیم که حواس ما در نماز پرت میشود، حضور قلب آنچنانی نداریم، یا سر وقت نمیخونیم، یا اینکه از نظر آداب و سنن و در واقع آداب نماز رو یک مسائلی رو ما ترک میکنیم. به این خاطر وقتی که نماز نفل یا سنتی رو میخونیم این مکمل نمازهای در واقع فرض ما خواهد بود. همین که ایشون توبه کردن برایشون کفایت میکند و برایشون لازم نیست که نمازهای دوران گذشته و جوانی رو که تارک الصلات بودن لازم نیست که اونها را دوباره قضایی بیاورد.